امروز جمعه 12 ایون است و در این صبح بر وقت با شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت با وقت اینجا 7 و روز سعید رو برای شما تهنیت میگویم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید. اکنون رو میارم به خبرها. بیش از 50 مهاجر توجیک میگویند دادگاه قزاقستان در عهد کرونا ویروس حکم اخراج آنها را صادر کرده است. حالا این گروه مهاجران در گذرگاه ژیبک ژولی بین قزاقستان و ازبکستان هستند. سفارت تاجیکستان در قزاقستان میگوید درباره اخراج شدن شهروندان کشور هیچ اطلاع نگرفته است. شماره عمومی مهاجرانی که در گذرگاه سرحدی ژیبک ژولی قرار دارند تا روز 11 ایون 178 نفر حساب شده است. بیش از 50 نفر آنها میگویند از قزاقستان اخراج شدند. برخی از آنها نسخه قرار دادگاه را به رادیو آزادی فرستادند. به آنها مهلت داده شده است که در داوم 3 روز حدود قزاقستان را ترک کنند. بیشتر قرارها روز 2 و 3 ایون صادر شدند. در صورت ترک نکردن قلمرو این کشور آنها را جزای سخت‌تر یعنی زندان تهدید میکند. این در حالی است که مقامات قزاقستان وعده داده بودند تا 10 ایول به مهاجران حق درست کردن سندهایشان را میدهند و کسی را اخراج نمیکنند. سفارت تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیو آزادی روز 11 ایون نوشت از جانب آن شهروندانی که در سرحد جمع آمدند در این باره به نمایندگی به طور خطی یا شفاهی مراجعه نشده است. ولی مهاجران میگویند از روز اول مشکل سفارت را آگاه کرده بودند و ثبت صحبت با کارمندان سفارت را در دست دارند. مهاجران درمانده میگویند در سندهایی که در دست دارند هشدار داده شده است در صورت ترک نکردن حدود این کشور به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. آنها میگویند در وضع قرار دارند که نه مقامات تاجیک آنها را میشنوند نه مقامات قزاقستان. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم برای مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان است. بر اساس سازشنامه سال بیش از 40,000 شهروند تاجیکستان حق دارند بر اساس کوتا در قزاقستان کار کنند. ولی به باور کارشناسان شمار واقعی شهروندان تاجیک جویای کار به مراتب بیشتر از امور رسمی می باشد. واشنگتن بار دیگر دوشنبه را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. تاجیکستان از سال 2016 در روی خط کشورهای مایه نگرانی خاصی وزارت امور خارجه آمریکا است. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمیکند. گزارش نوی وزارت کارهای خارجه آمریکا درباره وضع آزادی‌های مذهبی در جهان روز 10 ایون نشر شد. در گزارش آمده است در تاجیکستان شهروندان برای پوشیدن حجاب یا ماندن ریش اذیت می شوند و دولت اشتراک زنان و نابالغان را در مراسم دینی محدود کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند به انتقادهای دپارتمنت دولتی آمریکا راضی شدن نمیتوانند. از جمله افشین مقیم سخنگوی کمیته دین گفت مؤلفان گزارش امسال نیز به معلومات رسانه‌ها تکیه کردند که نه همشان اساسی واقعی دارند. مؤلفان گزارش دپارتمنت آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت‌های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شهیدان یهوه نگرانی کردند. بار اول نیست که دپارتمنت دولتی آمریکا مقامات تاجیک را برای آزار نمایندگان اقلیت‌های دینی تنقید می‌کند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این انتقادها گفتند رویه شهیدان یهوه با قرار دادگاه منع شده است. آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را بر روی خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و مداوم آزادی‌های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریژ تعیین جریمه برای به اصطلاح نشر خبرهای ناصحیح یا دروغ درباره کرونا ویروس را در تاجیکستان محکوم کرد. ژان کاولیه رهبر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی سازمان روز 11 ایون به رادیو آزادی گفت این مجازات به آزادی اطلاع آسیب می‌رساند. کاولیه افزود شرح ناروشن آن می‌تواند برای پایمال شدن حقوق ژورنالیستان برقصدانه استفاده شود. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 10 ایون با کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تغییرات وارد کرد. در برابر تعیین جزا برای سرایت کردن دیگران و نداشتن نقاب طبی برای پخش اخبار غلط درباره بیماری همگیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی از
580 تا 11600 сомонӣ ҷарима муқаррар карда шуд. تصمیم مجلس نمایندگان مایه انتقاد برخی از ژورنالیستان گردید. ژان کاوالیه میگوید بر اساس قانون‌های بین‌المللی ساختار دولتی هیچگاه حق ندارد حکم کند که چی راست است و چی دروغ. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد این بند را از قانون بیرون کند چون به گفته‌اش میتواند باعث سوء استفاده و سانسور شود. در جلسه پارلمان توضیح داده نشد که دلیل جاری کردن جریمه برای اطلاع رسانی درباره کرونا ویروس نو چیست، ولی یک نفر آگاه از مسئله گفت میخواهند نشر خبرها را درباره گرفتاران و قربانیان بیماری همگیر کنترل کنند. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته یک نفر از بیماری کووید 19 افتیده است و شمار عمومی جانباختگان روز 11 ایون به 49 نفر رسید. در فهرست غیررسمی یا آلترناتیوی در اینترنت تعداد افتیدگان از بیماری همگیر و التهاب شش در تاجیکستان بیش از 400 کس حساب شده است. مقامات این رویخط را قبول ندارند و میگویند در 8 روز اخیر مرگ تنها یک نفر از بیماری همگیر تصدیق شد، اما آنچه امور رسمی را زیر شبهه میگذارد نشر خبری در گذشت این یا آن نفر در شبکه‌های اجتماعی از طرف نزدیکان و دوستانشان است. پیوندان افتیدگان باور دارند آنها از بیماری همگیر جان باختند چون زیر چاره‌های سخت بهداشتی دفن شدند. با اطلاع رسمی تا 11 ایون در تاجیکستان گرفتاری 4834 نفر با کووید 19 تصدیق شده است. در یک شبانه روز اخیر بیماری 71 نفر را ثابت کردند. معلوم نیست امور رسمی بیمارانی را که در خانه معالجه میگیرند در بر میگیرد یا نه. وزارت تندرستی میگوید تا این دم 3062 بیمار از کرونا ویروس نو شفا یافتند و تقریبا 900 کس دیگر در شفاخانه ها زیر نظارت پزشکان میباشند. مقامات اتحادیه اروپا و بخشی سازمان ملل متحد در امور کودک به 153 بیمارخانه تاجیکستان در حجم نزدیک 25 تن مهمات طبی تقدیم کردند. در اظهارات مطبوعاتی اتحادیه اروپا روز 11 ایون گفته شد که این کمک ها در چارچوب کمک های اضطراری اتحادیه اروپا همچون واکنش سریع در قبال پاندمی کووید 19 ارائه شده است. این کمک ها از تجهیزات محافظت شخصی از جمله حرارت‌سنج ها، لباس های محافظت طبی و نقاب های نوعی خاص عبارت می باشند. در اظهارات گفته می شود که روی خط بیمارخانه ها از جانب وزارت تندرستی از روی احتیاجات تعجیلی تهیه شده مسئولیت تقدیم این مواد به دوش جمعیت هلال احمر تاجیکستان بوده است. این کمک ها در دایره 48 میلیون یورو کمک اضطراری اتحادیه اروپا در دوره پاندمی کرونا ویروس به تاجیکستان تقدیم شده است. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید تقدیم کمک‌های نظامی به اوکراین از سر گرفته می شود. سال گذشته آمریکا کمک به اوکراین را بازداشت که باعث مباحثه‌های شدید و بالاخره ایمپیچمنت یا خود مرافعه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گردیده بود. پنتاگون میگوید 250 میلیون دلار برای تمرین، تقدیم تجهیزات و مشورت در تحکیم مدافع اوکراین مصرف می شود که امکانیت مدافعی اوکراین در مقابل تجاوز روسیه را تحکیم خواهد بخشید. وزارت مدافع آمریکا میگوید اوکراین کورشریک مهم در سبقت استراتژی با روسیه است. از زمانی که روسیه نیم جزیره کریم اوکراین را اشغال نموده است، ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی کمک نظامی به اوکراین را توسعه بخشیدند. همچنین مسکو در جنگ شرق اوکراین از جدایی خواهان پشتیبانی میکند. دادگاه در روسیه یک شهروند تاجیکستان را برای شانتاژ زنی و پیشنهاد رشوه به ماموران پلیس به زندان نظامش عمومی انداخته است. نام و نسب شهروند محکوم شده تاجیکستان و همچنین موقع او و یا وکیل مدافعش به قضیه معلوم نیست. حادثه در شهر چرکسک رخ داده است. دوستانی شهر چرکسک گفته است شهروند تاجیکستان گویا پنهانی ارتباط محرمانه یک زن را به نوار گرفته با تهدید اینکه ویدیو را پهن میکند از او
10,000 روبل ستانیده است. زن برای دادخواهی به پلیس شکایت کرده است و آنها شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. ولی او برای خلاص شدن به ماموران پلیس 100,000 روبل پیشنهاد کرده است که وضع را مشکل گردانده است. می‌نویسد نشریه ریگیون آنلاین. در گذشته نیز با اتهامی به این مانند شهروندان تاجیکستان را در روسیه بازداشت و زندانی و جریمه کردند. ولی مجریان تاجیک میگویند در چنین قضیه‌ها اکثرا گناهکاران بیگناهند، چون به ادعای آنها بیشتری پرونده‌های همسان بافته و بی‌اساس میباشند. باید گفت که امروز تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. رئیست کارهای داخلی تاجیکستان در پایتخت عملیات شعله‌ور را دایر کرده است. به قول این منبع در 3 روز عملیات 65 حالت نصب و استفاده بری سیگنال‌های مخصوص آوازی و چراغک شعله‌ور نورافشان را در ماشین‌های گران ارزش آشکار کردند. حقوق ویران کنندگان به رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس شدند. نسبت آنها با ماده 316 کدکس حقوق ویرانکنی پرونده‌های مأموری ترتیب داده شده است. رئیست کارهای داخلی میگوید واسطه‌های نقلیات تا برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته با مصادره نمودن اسباب و تجهیزات غیر استانداردی در میدانچه‌های مخصوص رئیست و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت کرده می‌شوند. و یک خبر دیگر یا خود اعلان هم هست. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه برای اشتراک در برنامه فولبرایت برای متخصصان آزمون اعلان کرد. مهلت آخرین سپردن حجت‌ها 1 آگوست تعیین شده است. برنامه به سازمان و مؤسسه‌ها امکانیت می‌دهد متخصصانی را بپذیرند که در عملی کردن طرح‌های تحصیلی کمک کرده می‌توانند. طبق اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه مدت برنامه از 14 تا 42 روز را در بر می‌گیرد. مکتب‌های عالی، وزارت اجنسی‌ها، مقامات قانونگذار، مؤسسه‌های فرهنگی، سازمان‌های غیر حکومتی و مؤسسه‌های طبی می‌توانند برای اشتراک در این برنامه درخواست بفرستند. متخصصانی که در گذشته در چنین برنامه‌ها اشتراک کردند، در گذراندن سمینارها، تهیه نقشه‌های تعلیمی و مواد درسی، ارزیابی و بهادی برنامه‌های مؤسسه‌ها مساعدت نمودند. و اکنون بینندگان عزیز برایتان از قرب اسعار خارجی معلومات میدیم که امروز چنین تعیین شده است. $1 10 سومونی و 28 درم است. 1 یورو 11 سومونی و 72 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومونی و 20 درم تعیین گرده است که نسبت دیروز رسو 1 سومونی کمتر می باشد. خب تشکر میگم از یکی شما که در این صبح بر وقت روز جمعه ما رو همراه بودید و خبرها را تا آخر تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این هم هست، از جمله درباره حیات مهاجران تاجیک در روسیه و من بعد از 3 ساعت دیگر در اختیار شما این خبرها را خواهم گذاشت، همین گونه در همینجا در آزادی ویدیو، و امیدوارم که همه شما از آن را بار دیگر در پخش مستقیم با خود خواهیم داشت. تا آن وقت خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان و بار دیگر روز جمعه سعید را برای هر یک شما شاد باش میگم.